پیامبر چه میگویند؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمه های توحید، الله یگانه است و هیچ خدای نیست و او هیچ شریک ندارد. له الملک و له الحمد، ملک از آن او هست، ملک از آن او هست، او چی خیل خواهد در ملک خود حکم می رواند. و له الحمد، و او ارزنده ستایش هست و او به همه چیز قادر است. خواهران عزیز، این یک نمود ستایش است، اما پیامبر این را دعا گفتند، چون در حدیث های دیگر آمده است که شما پروردگار را چقدر ستایش کردید و تسبیح گفتید، خداوند از حاجت های شما با خبر است و دعاهای شما اجابت می شود. پس این دعا را حتما در روز عرفه بخوانیم. از حاضر شروع کنید و البته صیغه تکبیر که الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تمام روز را می توانید در خانه و جای بعضی ها سرودی موسیقی و نشید ماندن